انقدر سخت بود نمیدونم کجا رو باید نگاه کنم. خیلی بیشتر از خیلی. صبح بخیر. خواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم. شروع واقعا مهمه. هرچند این ویدیویی که دارید میبینید اصلا ربطی به شروع نداره، در واقع پایان من دارم سرد میکنم که برم خونم. ولی دیسیپلین مهمه، انگیزه مهمه، شروع از همشون مهمتره. خاطر اینکه تو خیلی از کارا رو به خاطر شروع محشری که داشتی هیچ وقت به خودت اجازه نمیدی که انجام بدی و خیلی از کارا رو به خاطر شروع عالی که داشتی خودتو مجبور میکنی که حتما انجامش بدی. پس خواستم فقط بگم که قدم شروع خیلی یه روزای صبح زود بیدار میشی، مثلا ساعت 4 صبح بیدار میشی. برای من خیلی پیش اومد. ولی من دوران کنکورم هر روز ساعت 4:30 5 صبح بیدار. نرمالش اینه که تو روزای عادی اگه صبح بیدار شم اول 1 ساعت میرم سر گوشی رو یه دور چک میکنم، پا میشم دنبال بقیه کارم. اما وقتی مثلا برنامه‌ت اینه که صبح زود بیدار ساعت 5 صبح بیدار میشی، دیگه دلت نمیاد اون 5 صبح بیدار شدن، گوشی گرفتن دستت خراب بکن. کیفه 5 صبح بیدار شد، یه سری حرکاتم انجام بده که روز پروداکتیو تر بشه. صبح طلوع میکرد میگفتم خب این روزو با دیدن طلوع آفتاب قشنگ‌ترش. اما قرار بوده ساعت 6 بیدار شی ولی ساعت 8 بیدار. منم گوشی بگردم 10. ای بابا الان دیگه برای صبحونه خوردن دیر، رفت ناهار بخورم. ناهار زودتر میخوره، ساعت 3 و 4 دوباره گشنت میشه، دوباره یه وعده دیگه 8 شب شام میخوری، یه وعده اضافه شده به وعده های روز. صبح دیر بیدار، درستو نخوندی. به نظرم قدم شروع خیلی مهمه. از هیچی تو دنیا بیشتر از دویدن متنفر نیست. و اینکه این نوری که اینجا میفته خیلی نور ملسیه، خیلی بهم حال میده. جای گلدونا رو خیلی خوب انتخاب کردم. امروز اسم میکنم خیلی روز خوبیه اگه ترکای لبم خوب شه. بذار تا اینجا این کتابی که تازه تمام کردم و بهتون نشون بدم. این واقعا محشر و من چقدر سرش گریه کردم. یعنی یه جاهایی سر این کتاب بود که من اینطوری بودم، پشمام ریخته بود و اصلا نمیدونم حسم چیه. یه حس ترس، شگفتی، غم بود واقعا. توی یه لحظه که انقدر قلم نویسندش به نظرم خوب بود که تو خودت رو واقعا داخل اون موقعیت حس می‌کردی و یه هم ترس بهت میومد هم غم احساس می‌کردی، اصلا اینکه یه سری آدم‌ها اینو تجربه کردن. خب این کتابم بر اساس واقعیته
حالا در مورد اردوگاه آشویتز توی دوران هیتلر، داستان خالکوب رو داره تعریف میکنه که یه پسری اونجا مسئولیت خالکوبی شماره های زندانی های هیتلر رو داشته. این کتابه در ادامه این کتابه در ادامه اینه، ولی من اول اینو خوندم و حس میکنم که چه بهتر که اول اینو خوندم، بخاطر اینکه وقتی که اسم مثلا یه سری اسم از داخل این کتاب داخل این میومد، من داخل این کامل میفهمیدم که داستان از چه قراره و این خیلی بهتره که مثلا اسمایی از داخل این کتاب داخل این میومد، میدونستم براشون چه اتفاقی افتاده، به خاطر اونا هم برای این کتاب گریه میکردم. من کلا ادبیات جنگ رو خیلی دوست دارم، مخصوصا جنگ جهانی دوم. کتاب بعدی که میخوام شروع کنم، ببین چند تا آیتم دارم. آیتما بهترین آیتمی که باید شروعش کنم و بخونم اینه، به خاطر اینکه من تصمیم داشتم، تصمیم من نبود، من مجبور بودم که این ترم بعد این کتاب بخونم تا بتونم یه درس دیگه رو برش دارم، چون این پیش نیاز بشه ولی تا الان هیچ کاری نکردم. اوکی، صلیب آتشین کولین فوربس میتونم بخونم، پوری رو میتونم بخونم، با کتاب اساطیر ایران که تقریبا 1/4 رو خوندم ولی خب یادم رفته باید دوباره از اول شروع کنم بخونم. به نظرم چون که کتاب خالکوب آشویتز خیلی کتاب سنگین که نمیتونم بگم، یکم از لحاظ روحی بهم آسیب زد. این کتاب هم اجتماعی سنگینه، مثل اینکه میگن سنگینه، 10 صفحه بیشتر ازش نخونم. نظرم وقتش نیست که این بخونم. این کتاب هم میگن سیاسیه، در مورد یه گروه نمیدونم چیه که یادم نمیاد. اینم به نظرم الان جالب نیست بعد داستان بخونم که میمونه کتاب عزیزم اساطیر ایران، ژانر مورد علاقه، خیلی دوستش دارم، مخصوصا اینکه اساطیر ایران، اساطیر یونان هم دارم ولی اولویت ایرانه. آدم تا اول ایران رو نخونده که نمیتونه بره یونان بخونه میشه. ولی خب قصد دارم که این کتاب‌ها رو مجموعه‌اش رو جمع کنم، مجموعه کامل داشته باشم، اساطیر ایران، یونان، روم، چین، هند، اسکاندیناوی. اینا واقعا کلا اساطیر جذابه، مال هر کشوری باشه. اگه براتون سوالی که اینا چرا اینجا ریختن، باید بگم که اینا پوسترها و نقاشی‌هایی که من قبلا به اتاقم چسبونده بودم، ولی من از توی انباری کشیدمشون بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه من 1 سال تو این خونه زندگی نکردم و دانشجوی یه شهر دیگه شدم، اما الان من برگشتم ولی هیچ چیزی مثل قبل نیست. به نظرم بزرگترین باگ دانشجوی یه شهر دیگه بودن همینه که تو دیگه به هیچ جا تعلق نداری. موقع رفتن که میشه، کل زندگی که 20 سال توی یه خونه داشتی باید توی یه دونه 2 تا چمدون جمع کنی، با خودت ببری یه شهر دیگه، از صفر شروع کنی و یه زندگی جدید بسازی. موقع برگشت که میشه باید کل خاطرات تو زندگی که توی یه اتاق با چند نفر داشتی و توی قلبت نگه داری، بر خودت مرور بکنی و برگردی به خونت. اینا چیزایی نیستن که به راحتی بتونی فراموششون بکنی. 1 سال با یه سری آدما زندگی کردی، تجربه های خوب، تجربه های بد داشتی و این دل کندن واقعا سخته. وقتی اونوری دلت برای خانواده‌ات تنگ میشه، وقتی پیش خانواده‌تی دلت برای اتاقت و تختت و هم اتاقیات تنگ میشه. این بدترین قسمت ماجراشه. این ستا شد برای درست شد دیگه. این ستا شد برای بوکمارک و اینو دوست داشتم بزنم روی دیوار، ولی انقدر بعد از روی دیوار کندنش
که دیگه واقعا قابلیت این که رو دیوار بچسبه رو نداره. اینو میخوام بزنم به دیوار ولی نمیدونم کجا بزنم.